اعتراض روی جاده یک سال پس از طالبان. اعتراض زنان در کابل از سوی طالبان سرکوب شد. ادامه نبرد خونین طالبان و مقاومتگران در شمال کابل. درگیری‌های شدید در پنجشیر ادامه دارد. جبهه مقاومت و هشدار از خطر تکرار تاریخ. احمد مسعود بر مبارزه در برابر طالبان تاکید کرد. یاران نو در برابر دشمن کهنه. جمهوری اسلامی و امارت اسلامی در برابر داعش همکار می باشند. و نویسنده جنجالی پس از حمله نیویورک. احتمال نابینا شدن یک چشم سلمان رشدی وجود دارد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. یک سال پس از طالبان، زنان بار دیگر در جاده‌های کابل شعارهای نان، کار و آزادی سر دادند. شعارهایی که تنها چند لحظه پس از آغاز از سوی طالبان سرکوب شد. این بانوان در گردهمایی امروزشان خواستار حق آموزش و مشارکت سیاسی و اجتماعی دختران شدند، اما طالبان این اعتراضها را با شلیک‌های گلوله پذیرایی کردند. زنان معترض با آماج نیوز گفتند که پس از شلیک‌ها در یک فضای بسته پنهان شدند و لحظات بعد از آن توسط طالبان محاصره شدند. نوارهای تصویری که در اختیار ما قرار گرفته نیز نشان می‌دهد که طالبان با خشونت و شلیک‌های هوایی پی هم در تلاش متفرق ساختن بانوان معترض هستند. همچنان شمار از زنان معترض میگویند که پس از اعتراض امروزشان از سوی طالبان تحت تعقیب قرار گرفتند و نگران وضعیت امنیتیشان هستند. اینجا ما هستیم، همه که برای اینجا بندی کردن. منابع با آماج نیوز از لادرک شدن چندین زن معترض خبر می‌دهند. منابع می‌افزایند که طالبان بیش از 10 خبرنگار داخلی و خارجی را که برای پوشش اعتراض امروز در کابل رفته بودند بازداشت کردند. به گفته منابع، طالبان خبرنگاران خارجی را رها کردند، اما از سرنوشت خبرنگاران داخلی تا اکنون اطلاعی موجود نیست. مردم افغانستان باید بیدار باشند، برای گروه تروریستان به هیچ عنوان مشروعیت ندهند، نه به استبداد، نه به ظلم، نه به شکنجه، نه به دین دروغینی که از اسلام سوء استفاده میکنند. در همین حال شمار از زنان فعال افغانستان در اسلام آباد پاکستان گرد هم آمده و به مناسبت یک سالگی حاکمیت طالبان با شعار عدالت خسته مزاسارت صدای اعتراضشان را در برابر طالبان بلند کردند. این زنان می افزایند که طالبان تروریست نباید به رسمیت شناخته شوند. 15 اگست روز سیاه برای زنان افغانستان بودند. این روز یک روزی است که تمام مردم افغانستان بدبخت شدند، همه بالخصوص خانم‌ها تمام فرصت‌ها و فرصت‌های کاری، تحصیلی و هر چیزی که داشتن اینا از همه چیز محروم شدند. طالبان تروریستای جهانی به افغانستان هست. ما مدافعین خانمایی هستیم که در افغانستان منع تحصیل شدن، منع کار شدن، حجاب اجباری هست و منع مسافرت به هر ولایت مسئله محرم و نامحرم کشیدن. بنابراین ما تقاضامند هستیم که جامعه جهانی صدای ما رو بشنوند، جامعه جهانی نگاه کنند که کل ملت افغانستان اهم از زنان و افغان گروگان گرفته شده است. با تسلط طالبان بر افغانستان، زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند. زنان در اعتراض به تصمیم‌های طالبان بارها به خیابان بیرون شدند، اما آنها لطوکوب و زندانی شده با آزار جنسی، شکنجه و ناپدیدسازی مواجه شدند. حتی جسد شمار از زنان پیدا شد و تعداد هم از افغانستان فرار کردند. در جریان یک سال حکومت طالبان، خشونت‌های خانوادگی افزایش یافته و به گفته منابع، فرماندهان و نیروهای طالبان زنان و دختران را با زور مجبور به ازدواج می‌کنند. بر بنیاد گزارش نهادهای بین الملل، عامل اصلی افزایش خشونت‌ها سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان بوده است. با این همه هنوز شمار از زنان اعتراض می‌کنند و به تغییر امیدوارند. درگیری‌ها میان مقاومتگران و طالبان در پنجشیر بار دیگر شدید شده است. نوارهای تصویری که در اختیار آماج قرار گرفته نشان می‌دهد که نیروهای جبهه مقاومت ملی بر یک پاسگاه طالبان در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر حمله موشکی کردند. جزئیات بیشتر از سوی طرف‌های درگیر تا اکنون شریک ساخته نشده است. در همین حال منابع موثق با آماج تایید می‌کنند که صبح امروز در ساحه خواجه ولسوالی دره پنجشیر درگیری شدید میان چریک‌های مقاومت و طالبان برای چندین ساعت
جریان داشت. به گفته منابع چندین رنجر طالبان در نتیجه این درگیری‌ها تخریب شده و سرنشینان آن کشته شدند، اما رقم دقیق کشته شدگان تا اکنون روشن نیست. تا لحظه تهیه این گزارش طالبان و جبهه مقاومت به گونه رسمی در مورد این درگیری‌ها چیزی نگفتند. این در حال است که جبهه مقاومت ملی افغانستان به مناسبت یک سالگی سقوط کشور به دست طالبان خطوط اساسیش در مواجهه با این گروه را همگانی کرده است. این جبهه در اعلامیه بر انسجام دوباره نیروهای امنیتی افغانستان و نیز مبارزه قاطع با افراطیت و گروه‌های تروریستی تاکید کرده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید که طالبان تغییر نکردند و علاقه به گفتگو و تعدیل روش‌های عقب مانده خود ندارند. مسعود در مصاحبه با شورای اتلانتیک افزوده است که هیچ گزینه دیگر جز جنگیدن در برابر طالبان وجود ندارد. احمد مسعود در مصاحبه با این اتاق فکر آمریکایی اضافه کرده است که طالبان باور به فراگیر بودن ساختار قدرت ندارند. مسعود گفت که جنگ تا زمان ادامه خواهد یافت که طالبان متوجه شوند که رژیم نظامی یا حکومت یک گروه شبه نظامی بر یک کشور تنها گزینه برای یک ملت نیست. و گفته رهبر جبهه مقاومت تلاش‌های او با بازیگران منطقه‌ای برای ایجاد نوع صلح با طالبان نیز شکست خورده است. مسعود از رهبران جهان خواست فریب این ایده را که گویا طالبان تغییر کردند نخورند، چون به گفته او طالبان هیچ گونه تغییری نکردند. رهبر جبهه مقاومت گفت طالبان در مبارزه با تروریسم بین‌المللی شکست خوردند، زیرا ایدئولوژی مشابه با گروه‌های تروریستی دارند. او با اشاره به پناه دادن طالبان به ایمن الظواهری رهبر القاعده گفت که این واقعیت که ظواهری در مرکز کابل زندگی میکرد نشان واضحی است که رهبران طالبان به طور کامل با چنین نهادها و سازمان‌های تروریستی همسو شدند. او افزود که گروه‌های افراطی دیگر مانند جنبش اسلامی ازبکستان نیز در حال یافتن پناهگاه امن در افغانستان هستند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان میگوید که در سفرش به کابل گفتگوهای سازنده با طالبان داشته و هر دو طرف خواستار گسترش همکاری‌های امنیتی جهت مبارزه با داعش شدند. او در توییت نگاشته که در سفر 2 روز قبلش با ملا برادر معاون نخست وزیر و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفتگوی سازنده داشته است. آقای قمی گفته است که طرفین بر گسترش تعاملات مثبت و توسعه روابط در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی تاکید کردند و خواستار گسترش همکاری‌های امنیتی در خصوص مبارزه با داعش شدند. او اضافه کرده است در این دیدارها بر لزوم توجه به دشمنان مشترک که هدف آنها درگیری‌سازی دو ملت بزرگ ایران و افغانستان است تاکید گردید و لزوم هوشیاری و مقابله با این دشمنان بررسی شد. سلمان رشدی نویسنده پرسر و صدای ادبیات جهان پس از حمله یک ضارب اکنون در بیمارستان است و با این احتمال ناخوشایند روبرو است که ممکن یک چشمش را از دست بدهد. مقامات پلیس نیویورک نام و مشخصات ضارب را اعلام کرده و گفته می شود که حمله کننده ساکن ایالت نیوجرسی و 24 ساله است. از ضارب به نام هادی مطر یاد شده و برخی از روزنامه‌های خارجی او را لبنانی الاصل و از حامیان حزب الله لبنان معرفی کردند. پلیس ایالتی و اف بی آی برای رسیدگی به این پرونده وارد عمل شدند و هنوز انگیزه شخص ضارب برای حمله به آقای رشدی اعلام نشده است. پیش از این نیز در سال 1368 یک شخص ایرانی به نام مصطفی محمود قصد جان سلمان رشدی را کرده بود که خودش در همان سال در لندن کشته شد. اندرو ویلی دستیار سلمان رشدی در یک بیانیه کتبی گفته است که خبرها خوب نیست. سلمان احتمالاً یک چشمش را از دست خواهد داد. اعصاب بازویش قطع شده و کبدش آسیب دیده است. روز جمعه 12 اگست در نیویورک هنگامی که آقای رشدی برای سخنرانی به استیج رفت از سوی یک جوان مورد حمله قرار گرفت. به گفته شاهدان حمله کننده با مشت و چاقو به او آسیب رساند. پیش از این دولت ایران برای کشتن این نویسنده 3 میلیون دلار جایزه در نظر گرفته بود. سلمان رشدی قبل از این در بسیاری از کشورها هدف حمله قرار گرفته بود و دلیل عمده آن نیز توهین به مقدسات عنوان شده است. کتاب آیات شیطانی به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده است و شهرت جهانی را برای خالق این اثر به ارمغان آورد، اما از سوی مذهب‌های مختلف مورد انتقاد قرار گرفت. این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده اما در بازارهای کتاب افغانستان و ایران به دلیل حساسیت‌ها موجود نیست.